حالت غضب به یک اجراعات نگیر، یک قرار نگیر، یعنی یک کار نکن، یک سخن نگو، یک حرکت نکن. حالت غضب به یعنی غضب لا شک حرکت میبینید. یعنی آدم که شد غضب، حتی کودکی یک ساله چه غضب میکنه میخواد، یعنی غضب حرکت میبینید. اگر لابد غضب که اومد تو به چیکار کنی؟ غضب ها دور کن خودت. فهمده؟ همین غضب به حالت غضبنده چه؟ یک کار نکن. برای که این چی میشد؟ ضد خودت میشد این چیز. هم به چی میگوین؟ یعنی حکما میگوین که الغضب میگوین عدو چی؟ العقل. الغضب عدو الغضب. الغضب عدو العقل. غضب این دشمن عقل. یعنی غضب که تو چی میکنی؟ عقلت چی میکنی؟ گم میکنی. خودت چیکار کرده؟ مثل دیوانه شدی. همه خودت چی کنی؟ یعنی یک اجرا، یعنی خودت داشته یک سخن نگو، یک کار نکن و الا چی میشد؟ همه ضد خودت میشد. همه میگن که الغضب اوله جنون و آخره ندم. الغضب چی بوده است؟ اوله جنون و آخره ندم. یعنی که جاش نیکن غضب. اولش جنون، مجنون، دیوانگی. نمیتونید که مثلا چیکار کرد است، یعنی حرکتاش دیگه میگید این جنش این آدمانده، عرق خوردگی این آدم، سحرش ایننده. ببینید آدم چیه؟ سلامت گفته فکر نمیکنید بگه. طيب آخرش چی میشد؟ آخرش کار به چی تمام میشد؟ ندامت. یعنی وقتی که غضب کرده تمام کرد، بعد غضب چی میشد؟ پشیمون میشد، سر میقاپد. میبیاد چی؟ غضب کنم میگو از زن به چی؟ 1000 طلاق دادم. ندم. آخره ندم. یعنی پشیمونی. نه همین غضب و آخرش به چی تمام میشد؟ به پشیمونی تمام میشد. یعنی حتی اعوذ بالله آدم که جواب برد کفر ببرد. کفر ببرد. مثل قصه جبیل ابن ایهم. جبیل ابن ایهم یکی این که بود، یعنی یکی از ولی، یکی از امرای عرب شام بود و رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که حیات چند در رساله میفرستاد، همین جبیل به چی میکند؟ یعنی جبیل رساله دعوت میکند، رسول صلی الله علیه و سلم رساله گرفته ایمان میبیارد اسلمه. حتی که رسول صلی الله علیه و سلم هدیه میفرستاد. چون زمان عمر انده، یعنی به همین چی قریب 10 سال ایمانش دوام می‌یافت. ایمان مسلم بود. زمان عمر انده این شام دمشق انده بود. والد شام که بود ابو عبید بن الجراح رضی الله الفهری رضی الله تعالی عنه، یکی از آدم‌های عادی و جبلی، یعنی امیر بود. میبیاد جبلی میزند، لطمه، یعنی چی؟ رویش میزند. جبلی غضب میکنه، میبیارن نزدیک به ابو عبید بن جراح. به ابو عبید بن جراح میگوید که خلاص توی زد. میگوید یک آدم نوکس عاجز امیر عربی شام به کی دست میبرداره. ابو عبید میگه که خلاص یا بخش یا قصاص. قصاص چی خیلی که توی زد توی هم زن، همین چیز توی مالک هستی. یک تا زد یک تا زن. خلاص میگوید لیکن این امیر زد. میگوید یعنی آدم یک آبرومند و آدم مصاحب منزله زد. میگوید کی باشه که میگوید دیگه چیکار میگه؟ تو گفت که هذا لا يقتل. گفت که لا فلا تقطع يده. لا یعنی باید که چیکار؟ این برای که من به دست برداشت باید که نکشید. اقل شی دست چه بره؟ با کدوم اساس دست چه میبره؟ اگر تو میکشت وینده هو قصاص میشه. لیکن ساعت یعنی یگون چیز نشکست، یعنی چی جنایت نشد. جنایت یعنی معناش چیه؟ الجراح اونجا نشکست، دندونه یا که مثلا ذقن یا که چشم یا بینی، یک جای آبین، یعنی چی نکرد؟ فقط خلاص. سنن رفت و گفت که اعوذ بالله غضب کرد. فغضب جبله فقال بئس الدين وهذا دينكم. این دیناتون بدترین دین بود است. فکفر فالتحق بالنصارى فتنصر. کافر شد، دین برآمد و نصرانی شد. بچی دیدید غضب به جا برد؟ دین برآمد.
یعنی یکی اعظم آدمایی که وقتی جاهلند میرن آدم عادی چی بود یعنی صاحب شام به زندگی میکرد این آدم عرب شام به دمشق به زندگی میکرد عمر رضی الله تعالی عنه بود یعنی بنده حوالی دمشق ابو عبیده بن الجراح بود دیگه غضب کی جا ببرد آدم کفر ببرد غضب کی جا ببرد آدم کفر ببرد برای حالت غضبنده چه رسول صلی الله علیه و سلم ایننده یعنی این صحابی به وقتی که لا تغضب میگود معناش گفتم چی یعنی حالت غضبنده یک اجراءات یک قرار یک سخن نگو یک کار نکن یک حرکت نکن هم به حدیث صحیح به چی اومدگی اگر غضب کی کاری چیکار کنه میگه اذا غضب احدكم فان كان قائما فليجلس فان ذهب عنه الغضب والا فليضطجع اگر غضب کنی تو هدا و به حالتان درست باشه چیکار کن چین اگر غضب الحمدلله بین رفت نرفت چیکار کن خوب کن یعنی المهم یک حرکت نکن یعنی برای اون که مثلا چی میشه یعنی هر چیز مثلا باید که یعنی خودت سست کنی و حالتنده طبعا یعنی معروف که مثلا چی وای نشستن سستر الراست دادن خیلی خوب کردن سستر میشه از چی نشستن همین بیان معنای دویمش چی گفتم یعنی رسول صلی الله علیه و سلم چیکار سازنده یعنی نهی کرد یکمش گفتم امر دویمش چی نهی کرد که یعنی حالت غضب به یک چیز یک مثلا چی یک قرار یک مثلا چی یک یک کار نکن برای همین مثلا گفتم چی میشه یعنی غالب مشاکل ها آدم اینجا پیدا میشه یعنی برای همین قول مثلا جمهور اهل علم به یعنی حالت غضبنده شدگی طلاق چی میشه یعنی طلاق چی میشه یعنی حالت غضبنده که اگر حالت غضبنده طلاق واقع شود و چی گفتم یعنی حاصل شود و طلاق چی میکنن یعنی حساب میکنن یعنی حالت غضبنده مثلا چی کنن چی میشه یعنی حساب میکنن یعنی حالت غضبنده مثلا نعم و بعض چیزا لیکن دیگه برای غالب مثلا چی میشه یعنی غالب مشکل های طلاق کدوم حالتانه میشه غضبنده یعنی هم از این مفتی به میبیاد غضب کردم مثلا چی خانم اومدم خواننده یک قرار کدا المهم غضب کردم زن به چی گفتم یعنی 3 طلاق گفتم غضب کردم اومدم زن به 1 میلیون طلاق گفتم 1000 طلاق گفتم 100 طلاق گفتم همش چینده میشه یعنی حالت غضبنده همین غضب یک دقیقه صبر کنی حیاتت نمیسوزد یعنی حتی مثلا چی اعوذ بالله یعنی وقتی که نفسی یک چیز های ظاهرش مثلا گرچند لله بود لیکن باطن اند یک چیز غضب نفسی بود هم به حسن البصری رحمه الله میگفت که اگر همین حیات میگفت ایاک میگفت چی میگفت یعنی حذر میکند حذار ایاک ان میگفت تنفذ امرا عند 4 اشیاء عند 4 الاشیاء و چی یعنی همین 4 چیزا نزدن هیچ وقت یک مثلا چی یک چیز لا تنفذ انفاذ یعنی اجرا نکن حالت چین 4 چیز چینده حالت رغبتنده حالت رهبتنده حالت شهوتنده حالت غضبنده همین چیزنده چی کنه یعنی چی بده 4 چیز رغبت رهبت شهوت غضب رغبت یعنی سخت مثلا چی یک چیز نفست میخواهد سخت از تو طلب میکنه همین چیزه باید که کار کنی میگه یعنی گویا که یعنی دیگه راه نداری همین چیزه باید که کنی همین نفس یعنی طلب میکنه در تو دیدی که نفس سخت هم چیز طلب کرده زوده است خلاف کن نفست ده برای که نعم غدر مثلا چی هم آب طلب میکند خیلی آب حلال ثم نون طلب میکند لیکن رفته چیز حرام طلب میکند در تو هم خیلی نه هم به چی میگون کل محذور مرغوب هر چیزی که حذر کرده شدگی نهی کرده شدگی و نفس و چی طلب میکند هم خیلی نه هم به حالت همین سخت نفست که دیدی که تو هم چیز طلب کرد چی موافق نشم نفست ده اوکی یا که حالت رهبتنده یعنی نفس
سخت یک چیز میترسن. خیلی ترسی مثلا ممکن طبیعی میشد، لیکن بعضی وقت میاد که چی میشد یعنی خوفی محرم میشد. حتی نفس از ترس چی میکند یعنی اتو طلب میکند که یک واجب ترک کن، یعنی یک سنت ترک کن. این بچه راضی نشون است. سیم حالت شهوت، سخت شهوت بیاد اعوذ بالله چی ربما این شهوت تو یک جا میبرد، زنا به میبرد، حرام به میبرد مثلا. سون چهارمش غضب. چهارمش چی گفتم یعنی غضب. چهارمش چی غضب؟ همین قصه رجلین هم دو مرده بود که بنی اسرائیل انده. یکتش که بود راه بود، دویمش مقصر بود یعنی گناهگار بنده بود. دو برادر بود. یکی چی بود یعنی آدم صالح تقوادار، دویمش چی بود آدم گناهگار اسیانگر بود. یعنی این صالح دایم گناهگار به چه نصیحت میکرد؟ نکن برادر میگفت گناه نکن، عبادت کن، همین چی داره. روزی از روزها چی وقتی که خیلی گناه میکند همین کلمه چنده میگفت حالتی غضب آنده میگفت، میگه که والله لا یغفر الله لك و فی روایت والله لا یرحمک الله. میگه که لا یغفرک الله، والله لا یغفرک الله سبحانه و تعالی. میگه یعنی قسم میخورد، التعلی قسم خوره میگفت که چی الله تو نمیبخشه، الله تو نمیبخشه. حالت چنده میگفت غضبانه میگفت. وقتی که هر دوش الله تعالی زنده میکنه بعد مردنش، همین آدمی که حیاتش عبادت و صلاح و تقوا نگذاشته بود میگفت که از کجا دونستی رحمت من تو؟ از کجا دونستی که من کی رحمت میکنم کی نه، کی مغفرت میکنم کی نه؟ به همین کلمه گفتنت همین عملات چیکار کردم؟ باطل کردم. تمام حیاتش کردگی عملش شد باطل شد. چیکار کردنش؟ گرفتنش جهنم به در آوردن. اول آدم گناهگار الله تعالی چی گفت؟ من گفت با رحمتم به چیکار کردم؟ و علیکم السلام، رحمت کردم. ادخلوه الجنه، جنت به در آورد. ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگه که قد قال کلمه قد قال کلمه ماذا فعل، یعنی به همون کلمه که چه او بقت دنیاه و آخرته، او بقى آخرته و دنیاه. دنیای آخرت چه کرد؟ یعنی موبقات، یعنی نابود کرد، خراب کرد. دیدید حالت چنده شد همین چیز؟ حالت غضبنده، حالت غضبنده میشد. هم به انسان حیات غضب چه نمیکند، یعنی غضب چه نمیکند، یعنی غضب کجا میبرد آدم؟ جنون به میبرد آدم غضب. هم به یعنی برای همین یعنی غضب داشتن یکی از چه یعنی از صفات‌های متقین. الله سبحانه و تعالی میگه که وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. همین چیز چیه؟ والعافین عن الناس ان الله يحب المحسنين. یعنی من عند الله تعالی چی گفت؟ یعنی همین جنتی که وسیعیش مثل آسمان زمین، این برای کی؟ برای متقین ها، تقوادارها تیار شدگی. و تقوادارها چیشه؟ صفت چه گفت؟ یکی از صفاتش چیه؟ کاظمین. یعنی چی میکنن؟ یعنی تحمل میکنن اذیت های، یعنی نفس هاشونه یملکونه عند ماذا؟ عند الغضب. یعنی حالت غضبند خودشون چیکار میکنن؟ میدارن.